سلام، پرهام کچچیان هستم، نوازنده و مدرس سازهای کوبه‌ای. بالاخره میخوایم آموزش کاخون رو با هم استارت بزنیم. یه عذرخواهی بدهکاریم که یه ذره دیر شد، ببخشین، ولی دیگه میخوایم شروع کنیم. جلسه اول کاخون رو با هم داریم. قبل از اینکه جلسه رو شروع کنیم لطفاً دکمه سابسکرایب و زنگوله بغلش رو تپ کنین که فیلم های آموزشی ما رو تو یوتیوب دنبال کنیم. میریم سراغ جلسه اول. میریم سراغ سکانس اولمون که در مورد ساختار ساز و نوع ساز میخوام بهتون توضیح بدم. ببینین، به زبان عامیانه و خیلی راحت اگه بگم، کاخون انگار یک جعبه چوبیه و از چوب ساخته شده و چیز دیگری در ساختار این هیچ تأثیری نداره، مثل پوست، پرده و دیگر مسائل. خب ببینین، اگه بخوام توضیح بدم، دیواره های کناری کاخون چوبن، صفحه های چوبی هن که حالا مثلا نوپان بهش میگن یا MDF یا دیگر مثال، ورق های چوبی که از چوب های مختلف ساخته میشن. و در مورد ساختار نوع چوبش و حالا جنس چوب نمیخوام توضیح بدم که زیاد وقتمون رو نگیره. میریم سراغ دیواره های کناری و دیواره های عقب کلا چوبه و کلا گرفته شده. ببینین دیواره کناری به این شکله و کناره ها به صورت پرس و چسب به هم چسبیده شده. خب دیواره عقبی یک سوراخ داره که کلا صوت رو میده بیرون و این سوراخ باعث این میشه که بیس ها و صوت هایی که ما داریم تولید میکنیم در نواختن کاخونمون از اینجا بیاد بیرون و در کل میکروفون رو از پشت میذارن برای ضبط کاخون، از جلو میذارن، ولی برای گرفتن صدای بیسش از بیرون میذارن که خیلی جذاب میشه و این سوراخه باعث صدادهی بیشتر بیسمون میشه. خب این هم صفحه عقبیش. صفحه کناریش هم به همون شکل بود، کاملا صافه و هیچ پیچ و دیگر مسائلی در مورد ساختار این صفحه ها و این دیواره های کناری نقش نداره و به صورت پرس و چسب و هم چسبیده شده. خب و دیواره رویی و دیواره پایینی که به همون شکله. خب میریم سراغ دیواره و صفحه رویی، صفحه‌ای که ما اونجا نوازندگی رو اجرا میکنیم. ببینین این صفحه یک ورق و یک لایه نازک از چوبه که خیلی نرمه، به طب باید نرم باشه که بتونیم خیلی راحت بزنیم و دستمون رو اذیت نکنه. خب با پیچ هایی این صفحه رو چسبوندن به دیواره های کناره و خیلی فاصله نباید داشته باشه، یعنی باید کیپ باشه، خیلی راحت باشه. خب و پیچ ها بیرون زدگی نداشته باشه که وقتی ما میزنیم انگشتمون رو اذیت نکنه. خب یه بار دیگه یه توضیح کلی میدم. صفحه رویی با پیچ به هم وصل شده، صفحه نازک باید باشه. خب دیواره های بغلی و پشتی با پرس و چسب به هم وصل شده و چسبیدن به هم که نباید هیچ پیچ و اینجور چیزا داشته باشه و خیلی هم باید مقاوم باشه. دیواره عقبی هم یه سوراخ داره واسه صداگیری بیسمون و به همیشه خیلی ساختار ساده و راحتی داره. و در مورد مارک ها و برند های کاخون خیلی 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 مارک و برند کاخون داریم که همشون خوبن، به جز کاخون هایی که با قیمت پایین فروخته میشن در حد مثلا خیلی بزرگن. این صفحه رویی اومده بالا، یه ذره مثلا انگشت داره اذیت میکنه و غیره. پس خیلی ما برند داریم، برند هایی که خوبن، نمیخوام نام ببرم ولی اکثرا خوبن. اکثرا برند هایی که تو بازار هستن خیلی خوبن. من برندی که دارم استفاده میکنم برند MPه که خیلی خوب و خیلی عالیه و دیگر برند ها هم خوب هستن. یکی از مشخصات کاخون اینه که شما در نظر بگیرید که کاخون باید صفحه رویی که ما اونجا میزنیم صفحهش خیلی نرم باشه، انگشتمون رو اذیت نکنه بالاییش، خب پخه بالاییش، و خیلی سبک باشه، خیلی خیلی سنگین نباشه، سبک باشه. اگه یه ذره سنگین بود دیگه طوری نباشه که وزنش ما رو اذیت کنه. خب
و ساختار خیلی ساده ای داره. تنها چیزی که خیلی مهمه تو ساختار کاخونمون صفحه رویی که ما اونجا نوازندگی میکنیم که باید نرم و راحت باشه که به این دقت کنین در هنگام خریداری. در هنگام خریداری حتما به این دقت کنین که صفحه روی کاخون باید نرم و راحت باشه که انگشتامون هم اذیت نکنه. میریم سراغ سکانس بعد. میریم سراغ نوت‌های موسیقی. یه توضیحاتی بدم در مورد نوت‌های موسیقی. ببینین ما نوت‌های موسیقی مثل گرد، سفید، سیاه، چنگ، دوله چنگ، سه چنگ، چهار چنگ اینا رو داریم و یک استاندارد جهانی هن. یعنی شکلی که ما داریم اینجا میبینیم و دارن تو ایران بهتون تدریس میکنن، هر مدرسی و هر ویدیویی که داریم میبینیم مثلا نوت گرد رو داره بهت نشون میده، نوت سفید رو بهت داره نشون میده، سیاه، چنگ. خب این شکل یک استاندارد جهانیه. خب و در کل دنیا به این شکل نشون داده میشه و نوشته میشه. یعنی ما نوت هایی که داریم یاد میگیریم و نوت هایی که داریم میبینیم به همون شکل در آمریکا، انگلیس و دیگر نقاط جهان به همون شکل نوشته میشه و به همون نگارش نشون داده میشه. خب در مورد نوت ها ببینین ما 6 تا نوت اولیه رو بهتون میگیم که نوت گرد، سفید، سیاه، چنگ، دولا چنگ، سه چنگ. خب 6 تا نوت بهتون میگیم. یه توضیح هم در مورد سازهای کوبه‌ای و سازهایی که نوت‌های دو ره می فا صل لا سی دارن بهتون بگم. ببینید سازهای کوبه‌ای نوت‌های گرد و سفید و سیاه و چنگ رو دارن که کل ساز هم دارن، ولی نوت‌های دو ره می فا صل لا سی رو ندارن. چرا؟ ما فرکانس خاص نوت دو، نوت لا، نوت ره، نوت می بمول، می دیز و اینا رو نداریم. خب چرا؟ به خاطر اینکه ما هیچ سیم و هیچ ساختار فرکانسی خاصی در ساختار ساز کوبه‌ایمون ساخته نشده و نمیتونیم اجراش کنیم. میتونیم خیلی سخته. خب با شرایط این که مثلا بتونیم مثلا چوب رو تقسیم کنیم با سوراخ ها و دهلیز هایی که داریم باز میکنیم در مورد ساختار چوب و اینجور چیزا، میتونیم نوت های و فرکانس های خاصی هم از اونها استخراج کنیم، ولی خیلی سخته. و بعضی از کاخون ها دارن بینگو بنگو دارن بغلشون، مثلا نوت دو، نوت سل داره. خب که بر اساس ساختار و برش هایی که تو چوب دادن اون نوت داره اجرا میشه. ولی در کل نوت دو ره می فا صل لا سی ما تو سازهای کوبه‌ای نداریم، مثل نوت هایی که تو پیانو، تو ویولون، تو گیتار، تو تار، ستار، سنتور و دیگر سازها داره استفاده میشه. نوت های دو، فرکانس ره داره اجرا میشه، ما اونا رو نداریم. فقط میتونیم با سازهای کوبه‌ای ریتم آهنگر رو بزنیم، پس نمیتونیم ملودی آهنگر رو بزنیم، میتونیم ریتم آهنگر رو بزنیم. خب یه توضیح کلی بود در مورد سازهای کوبه‌ای، فرق سازهای کوبه‌ای با سازهای دیگه. و اینم بگم احتمال اینو داریم که مثلا بعضی سازهای کوبه‌ای رو داشته باشیم که نوت‌های دو ره می فا صل لا سی روشون اجرا بشه، ولی خیلی سخته و در جاهای خیلی نادری استفاده میشه، مثلا تیمپانی هایی که یا تمپوها یا مثلا میتونیم بگیم تومباهایی که در ارکسترها استفاده میشه. خیلی سخته و خیلی نادره استفاده میشه. از اونا داریم، ولی در کل اون سازایی که ما داریم میبینیم و میزنیم در کوبه‌ای، خب نوت‌های دو ره می فا صل لا سی نداریم. پس خیلی هم راحته و سازهای کوبه‌ای جزء سازهای زود بازده موسیقی هستن. یعنی میتونی زودتر به نتیجه برسی و ساز بزنی باهاش. میریم سراغ سکانس بعدی که بیشتر آشنا بشیم با موسیقی و کاخون. خب ببینین ما 4 تا حرکت اولیه رو میخوام واسهتون توضیح بدم تو کاخون چجوری. ببینین اول نوع نشستن رو کاخون رو بگم، یه ذره توضیح بدم. ببینین ما تو رأس کاخون نمیشینیم، یه ذره میایم عقب، یه کوچولو میاریم عقب که صفحه رویی کاخونی که ما نشستیم روش ببینیم. خب پاها یه ذره باز میشه، خیلی عقب نمیشه پاها اینجوری، یعنی اینجا نمیشه، اینجا راحت قشنگ اینجا به این شکل باید قرار بگیره پاها. و دستها خیلی ما خم نمیشیم رو کاخون، خیلی مثلا نمیخوایم دستمون برسه زمین. چرا؟ مثلا ژیمناستیک ما میخوام کار کنیم اینجا خوبه.
خب یه کوچولو کمر خم بشه اینجا خوبه. خب ببینین پس یه بار دیگه میگم، تو رأس وسط صفحه روی کاخن نمیشینیم و یه کوچولو میایم عقب، پاها باز میشه و جلوی کاخن قرار میگیره، عقب کاخن نه، یعنی این پا نباید اینجوری خم بشه. بعضی هم اینجوری راحتن اینجوری میشینن، ما مشکلی نداریم، ولی استاندارد نشستن کاخن به این شکله، یعنی باید پاها باز بشه و جلوی کاخن و کنار و روبروی روبرو موازی با دهانه و صفحه روی کاخن قرار بگیره، نه اینجا باید باشه نه اینجا باید باشه، یعنی به این شکل خیلی استاندارد و راحت. خب میریم سراغ حرکات. ما 4 تا حرکت اولیه میگم بهتون. ببینین 2 تا دست حرکتش یکیه. خب یه حرکت وسط داریم، حرکت میانه داریم. من این دستبندم هم میخوره، ببینین به این شکله، انگشتا چفت کنار هم، کف دست حتی اینجای دست میخوره به ناحیه میانی کاخن. خب و صدای بمی ایجاد میکنه به این شکل. خب و حرکت دوم، حرکت کنار، میتونیم حالا بگیم 2 تا انگشت یا 4 تا انگشت، بند اولش هر کدوم که راحتی. من 4 تا انگشتمو میزنم، ببینیم به این شکل. من اینجوری راحتم، بعضی اینجوری راحتن 2 تا انگشتشو میزنن، ولی 4 انگشت خوبه دیگه، آدم راحت میشه دیگه، نمیخواد دستشو و انگشتشو زیاد اذیت کنه. 4 انگشت بند اول میخوره به کناره کاخن. خب پس یه دونه حرکت میانه یاد گرفتیم به این شکل، کف دست، کل دست، انگشتا چفت کنار هم میخوره اینجا. خب و حرکت دومش بند اول انگشت ها، 4 انگشت میخوره به کناره کاخن. ببینین این صدای بمه، داره صدای بیسه و این صدای زیره و صدای نازکی داره. خب پس 2 تا حرکت، توم بک یا وسط کناره، میانه کناره. خب وسط یا میانه و کناره. همین 2 تا حرکت با دست چپ هم اجرا میشه. الان دست چپ رو من نگاه، ببین به همون شکل میزنم، کف دست میخوره به این شکل، میخوره به میانه، خیلی وسط نه، میانه خوبه اینجا، و 4 تا انگشت بند اولش میخوره به کناره. پس دست راست به همین شکل، دست چپ هم به همین شکل. یه بار دیگه میبینین من زیاد اینجوری خم نمیشم. خب و واسه ضربه زدن به کاخن نیازی نیست که دست رو از اینجا بیاری محکم بزنی، اینجوری هم بزنی راحت صداش در میاد. ببینید پس نیاز نیست که دست رو از بالا بیاری یه نیروی کاذبی دیگه هم بدی اینجوری بزنی. نه چرا؟ این خوبه دیگه، از اینجا هم میتونی راحت بزنی. و تکیه‌گاه نیرومون تو کناره ها از مچه. خب تو کناره ها از مچه و تو میانه ها باز از مچ و شانه تقسیم میشه. خب ببینین نیرو تو حرکات میانه از مچ و شانه است، یعنی داره تقسیم میشه تو این 2 ناحیه، و تو کناره خب فقط از مچه به این شکله، به این شکل. میبینین خیلی راحته. پس 4 تا حرکت، هر 4 تا حرکت هم 2 تاش با دست راسته، خب 2 تاش هم با دست چپه، 2 تاش هم کپی همه، 2 تاش میخوره وسط چپ و راست، 2 تاش میخوره کناره چپ و راست. خب تموم شد و رفت. میریم سراغ سکانس بعد. خب جلسه اولم تموم شد، حرکاتو گفتم، علائمو گفتم و نوت‌ها، یه توضیحاتی در مورد نوت‌های موسیقی بهتون دادم. لطفاً اینا رو یادتون باشه تا جلسه آینده که به مشکل بر نخوریم، و جلسه آینده که یه چیزایی میخوام بگم در مورد نوت‌های چنگ و تمرینات بیشتر که به مشکل بر نخوریم. اینا یادتون باشه و ملکه ذهنمون باشه
که در جلسات آینده دیگه مسائل واسه همون گنگ نباشه. قبل از اینکه خداحافظی کنم لطفاً دکمه سابسکرایب و زنگوله بغلش رو تپ کنین که فیلم‌های آموزشی ما رو تو یوتیوب دنبال کنین. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.